درود هموطنان عزیز، برادران گرامی، بینندگان کانال خادم خلق و مخلص ها و مخالفان کانال خادم خلق. امیدوارم که یکم روزی 2023 خانه هاتون بغم باشه و متاسفانه غم 2022 گوییم با همراه بعضی عائله ها با 23 هم گذشت. باز هم میبینیم در تاجیکستان یک کلین از خاندان گم میشود. از نوار دیدیم مادر دختر فرزند خودش، و علیکم سلام، فرزند خودش جستجو میکنه که فرزندش گم شدگی است و کلین کردگی خانه، یعنی اصلا نه جوابگو هست نه یک چیزی دیگر. با گفته مادر یعنی که دیگر بابای خدا نمیشم گفت مادر، یعنی از این معلوم میشود طرف کلین گرفتگی طرف پسر یعنی آدمان دارنده هست. و کلین از خانه داماد گم شدگی است و داماد و خانواده داماد به حضور خواه هستند و مادر با گریه و بناله جستجوی فرزند خودش میکنند. کمک کنین، پیدا کنین. در اینجا نامعلوم است، شاید زدگی کشتگی هستند، شاید زلاجنی گرفتگی یگانجا پین محکم کردگی هستند، اگروزه دارند، یگان گپ هست. اما امنیت جمهوری تاجیکستان گوییم که میایند عرضه میگیرن میروند در عدل با دلش ایپای زندگیشون، گوییم که خواه دیگه پروا نداره. سوال با میان میآید با امام علی رحمان و رمضان رحیم زاده و دیگر نچلنیکا، دیگر انسان هایی که هستی. از گفته مادر دختر پدر نداره، یعنی که دختر یتیم دختر هست. سوال با شما رمضان رحیم زاده، امام علی رحمان و غیره ها، اگر دختر شما گم میشید در چند روز میافتینش؟ چند روز ده همون زنده یا مرده بدنش میافتین شما. وقتی یزنه امام علی رحمان افتاد دستی در یکم روز سلینه قدر افتاد نور پشت دست بورد جانان. یزنه امام علی رحمان یعنی کشتش زیر حمله قرار گرفت. در یک روز دو روز پیدا کردن، حتی که آب کافرنیان خشک کردن تا که همون یراقی که یزنه امام علی قتل شد پیداش کنید. این خیلی است؟ البته خیلی است. چرا در طول 30 سال سوال پیدا می شود که یک دانه دختری منصبدار گم نشد؟ برای چی؟ سبب چی است؟ یا که دزد می ترسه از شما را دزده، یا که دزد خود شما هست.
yoki qatl kunanda kadomi sum dora u haq dora qatl kuna va kadomi ki besum hast u go'yim ki باید قتل شوه و کسی پیدا نکنه. چرا صدها دخترها گم میشوند در تاجیکستان و در جای کم شدن برعکس همین حادثه همین واقعه ها زیاد شده است در تاجیکستان؟ سبب چی است؟ سبب کار نکردن امنیت است. سبب پول گرفتن امنیت از جنایتکارها. جنایتکارها با این کار خودش اجازت میدادگی پولدار هست. یعنی قانون های تاجیکستان مثل پراستیتوت کشیدگی هست. کانستیتوسیای تاجیکستان مثل پراستیتوت که هست. وقتی که پول میتی کارتا بود که در رفتن میگیری اگر که پولدار باشه. دیگر قانون یگان کار نمیکنه در حالت که تو مبلغ داده باشی. یعنی قانون رنگی کراسنی فناره، کوچه کراسنی فناره امستردام شدگی است. چقدر زیبا نباشه، چقدر خشرو نباشه، چقدر قامت نداشته باشه، چقدر بزیب نباشه، پول شبته در تحت خواب میکنه. همین قانون تاجیکستان هم امروز عیناً همون خشیده است. چیزی هست نیست پول شبته در تحت خواب میکنه. از پرکرور سرکردگی، از سود سرکردگی، از تمامش سرکردگی مبلغ شبته یعنی مثل زنی تا میشوه و هر کاری که تو خواهی میکنی او بخشیده میشوه. و یک انسان اگر در تاجیکستان صورت حرکت ماشینش بلند کنه، شما او را گرفته آورده، صورت گرفته، سیامکه کرده، نشان میتین که برای حرکت بلند صورت حرکت بلند ماشینش جزا گرفت. اینا کوچه عدله رفته ایستاده است، صورت میگیرین میپرتوین. اما آدم گم شده است، آدم دختر گم شده است. کلین کردگی انسان درجه ответственный هست یا نیست؟ یا که پول گرفتین تمام دیگه فن کده میگردین مادری بیچاره را کفته استیم کرده ایستادیم، اما انیق میدونه چی شدگی است یا که نمیکنیمش. پس یعنی اپوزیسیا یا مخالف انا همین مینوس ها را گپ میزنه که ای انسان، ای حکومت دارو، ملت شما دا باور کردگی است، شما سوگن خوردگی هستید. جوابگوش امام علی رحمان است، باید گپ زنه بخیزونه اینجا بیو پرکروری سودی نچلینگ میلیسای همون منطقه و تمام اعضای میلیسای همون منطقه بخیزید که جاشید چی با پیدا نکرده ایستادید. تاجیکستان و قدر بزرگ نیست پیدا کردنش مشکل باشه. کی کدی کاره؟ شما میخواهین که ملت و مردم برای شما باور کنه، خلق باور کنه. پس باوری این مردم از صفحه برای این کوچه ده بکوید. هر سال گم شده ایستاده است. کودک نه که ما گیم ها به عقل است و کودک یگان جا رفت. دختری کلان صاحب شوهر خانه در و از بس که یک دزد مبلغ داره میتونه که ایره پایمال کنه، بزنه، بکشه. شاید فرزندی و فرزندی زنه که کشت. یک مهلت مانین اگر نچلنی کار نکنه پس آزاد کنین و نچلنی که میلیسه را از اوجا آزاد کنین.
خلاص تو کار کردن نتونسته ایستادی در اینجا تو پول خوردگی بکوین بیاوین اگر پول خوردگی باشه جزاش بده البته پول میخوره اون نچلنگ از اونجا در یگان جو نیستی خیلی که گفتی همون گپو اون نچلنگ پول نخورده باشه نباشه خونه و در اون نچلنگ خونه و در زم نچلنگ ماشین ها و فرزند های و کارفرش از کجا هست از کجا بعد میگن که شما امام علی رحمان گپ نزنید شما از امام علی رحمان طلب نکنین ما از امام علی رحمان طلب میکنیم همچون تاجیکستانی وظیفه دار است میتونه مرحمت کار کنه نمیتونه کار کنه نه خیچغم بته نه ملت استیفا اگر میتونه اگر توانایی کار کردن داره اگر از عهده کار میبرویه مرحمت کار کنه یا که این مادر باید مخصوص رستم امام علی آزاده امام علی گفته آزاده رحمان گفته مراجعت کنه کمک کنه فرزندی مرا یافتنده یا که باید تا فرزندای امام علی دخالت نکنه این کار باید بود نشود یگان بار شما احساس میکنه که فرزند چی است که فرزندی که با شما هست همون فرزند و همین مادرش هم خیلی فرزند است بس کنین فروختن وطن بس کنین فروختن ملت بس کنین بیزنس کردن در سر این ملت بس کنین پولدار از قانون بالا گذاشتن قانون داره ما قانون کنستیتوسیا میگیم کنی همو کنستیتوسیا کنی همو قانون کنی کی جواب میته داری البته جوابش امام علی رحمان است از کی پرسون کنیم نمیشه از پرزیدنت پولشا انجای دودا پرسون کنیم که کجاش دیدخته نمیشه امریکا پرسون کنیم که کجاش دیدخته کنی قانون گفته نمیشه از دیگر دولت پرسون کنیم یعنی این دولت رهبر داره این دولت بگیم پرزیدنت داره امنیت داره کجا میشه این دخته صدها دخته ها گمشید بردن یک تاکسیست یک انسان تهمت کردن زدن محکمش کردن فقط دلیل است که او کردگی نیست او کاره برای که او این کاره کردن نمیتونه پاکزانی هایی که او دادن نیریال نه هست و پیش درست نمیگیره شافیور شیشتگی جو پاساژیر دا دستش یگان خیلی های کده رفته است بودم بعد این تزدم دروغ است ایهش رفت دروغ نمیشه زده تیمبولی اوپل موبایل سیدلی نم قدر است دست دیل میدروه نمیشه زده تهمت کرده اوشا کشته حیات ایشا سوزونده لیکی او را کردگی انسان دیگر کس است دیگر کس فرزند یا منصبدار یا خود امام علی رحمان برای که امام علی رحمان در روزی گلی صدا بود قطعی شیشتگی در اونجا اینترویو کردم کدومیت کردن این کارا و او را کشتن حیاتی او را سوزوندن نابود کردن او دختره حیاتی نه بچه را هم سوزوندن بردن زندانش کردن اما جنایت کردگی کیف کردگی تجاوز کردگی قتل کردگی انسان گشته ایستاد است در سوابودا تمام دل محکم شد برای ما طلب میکنیم از حکومت از امام علی و از دیگر کس همیره مثل دختر خیتون جستجو کنیم
و هر انسانی که جنایت کردگی است همچون پدر جزاش بتین او را، نه همچون بگیم که امنیت همچون هیچ که نه که فرزند شما هستین. همین اگر فرزند خود در همین احوال میزد و چی میشیدی و چی کار میکردی خودت انمو احساس کرده بگیم که دختر جستجو کنی. این بیچاره دختر یتیم بی پدر بگیم در عذاب، در خطاب، مادرش با آبی چشم در جستجوی فرزند. شما که انسان هستین، انسان هستین نمیدونم تو کجا نیک شکلتون شکل انسانی است. من باز هم میگم اگر که ملت به ناموس میشوه، ملت وقتی ناموس داره، ملت وقتی ننگ داره، این حادثه ها نمیشوه در کشور. همه اینمی نشانه بیناموس بودنی نمی خلق است. زمان خدا رحمتی دوشند گفتنی یک انسان بود، جبر دسند گفتنی انسان بود. اینا خلقا بودن. Полиция кафе Мумадузор.